همه عاشقا گلن، ولی گلا رو باید چید. دلای شکستتون رو خریدارم، بشکم بغضو یه امشبه رو بشکم. درود به همه افسرده ها. افسرده، دپرس، تو افسرده نیستی. باشو جمع کن خودتو. تو مثل آسمونی، یه موقع ابری یه موقع بارونی، بعضی موقع ابر و بارون کل آسمونتو میگیرن، ولی همیشه میان و میرن، گذران. چون با اینکه به نظر میرسه اینا خود آسمونتن، ولی نیستن. بدون ابر آسمون است، ولی بدون آسمون هیچ ابری نیست. خستگیت، عصبانیت، تنفرت، ناراحتیت، افسردگی تو رو معنا نمیکنه. اینا یه مرحله چرخه طبیعته برای قوی تر شدن تو. اینا قولای این مرحله تو هن. بشکنشون لول بعدو شروع کن. اگه فکر میکنی هیچ کسی نمیفهمتت، هیچ کس رو نداری، بدون تنها نیستی. یکی مثل منم هست، یه رفیقی هست، یه خانواده‌ای هست، یکی تو پارک سر کوچه رو صندلی چوبیه هست. 9 میلیارد آدم روی این کره زمین لعنتی دارن زندگی میکنن. بالاخره یکیشون میشینه با صحبت کنه. خجالت نکش به خاطر حسایی که داری. به یکی بگو، حتی یه غریبه تو خیابون. خودزنی، خودخوری، خودکشی جوابش نیست. تو آسمونی، آسمون انتها نداره. آسمون رو نمیشه خورد کرد. دورتو پر آدمایی کن که الان که بهشون نیاز داری پیشتن، نه کسایی که وقتی زیر خاکی رو خاک برا تشک تمساح میریزن. من افسردم، دارم داغون میشم، ولی تسلیم نمیشم. 9 ماه دارم دارو میخورم، 9 سال دیگه هم دارو بخورم تا خودم نخوام بهتر نمیشم. گریه نشونه ضعف نیست. لیوانت لبریز شده، باید خالی شه. هی میپرسم هدف از زندگی چیه؟ هدف این زندگی چیه؟ از مامان و بابام پرسیدم، از رفیقم پرسیدم، از دکترم پرسیدم، از استادم پرسیدم. هر کی چی میگه؟ هیچ کسی چی نمیدونه. اونو فقط خودت تعیین میکنی. یه سری چیزا تو زندگیامون هستن که از کنترلمون خارجن، نمیتونی تغییرشون بدی، باید باشون زندگی کنی. اگه چیزایی که تو زندگی میخوای و نداری، پس هیچی واسه دست دادن نداری. پس انتخابات اینا، یا شل کنی به فاک بری، یا ادامه بدی و به فاک بدی. اصلا مهم نیست چقدر داغونی، چقدر عمق فاجعه و بدبختی رو حس میکنی، بدون میگذره اگه گارد تو پایین نیاری. اینا فقط یه چپتری از زندگیت. بس خودتو مقایسه کردن با 4 تا مرفع بی‌درد تو اینترنت، مقایسه کردن دزد شادیته. زندگیت ثانیه به ثانیه داره میگذره. لوکوموتیوتو بردار، بذار رو ریل، زغال بریز توش حرکت کن. هر چقدرم که آهسته. هرچی کمتر اهمیت بدی خوشحالتر. اینو بفهم. ناشادی و افسردگی زمانی میاد سراغت که فوکوس کنی رو چیزایی که نداری. هر کی هستی، هر جای دنیا که هستی، مثل یک انسان مثل خودت دوستت دارم. تو تنها نیستی، ما تنها نیستی، فقط از هم فاصله داریم. هر چیزی که دوست داشتی این زیر برام بنویس، منم تو اونجایی که بتونم برات مینویسم. بچه‌ها این سبک از ویدیوها معمولا سبک من نیستن، ولی میخواستم با این ویدیو اون طرف کمدی یعنی تراژدی هم بفهمید. لازم دونستم اینو برای همنسلی های خودم، برای کسایی که دارن میجنگن، دارن پاره میشن برای اینکه فقط بقا پیدا بکنن، بگیرم. این سبک ویدیو اولین و آخرین سبک ویدیویی که تو چنل من میبینید، چون کلا من همه چی رو به بعد کمدی میبینم. از این تریبون میخوام به همنسلی خودم دهه 70، دهه 80 بگم که امروز بارون زد، فردا بارون زد، پس فردا بارون زد، 2 هفته بارون زد. بالاخره یه روز که آفتاب میشه. پس کم نیار. دم تک تکتون گرم، مخلص تک تکتونم هستم.